عن ام سلمة ان رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا فاطمه یوم الفتح فنجاها. ام سلمه یکی از زنهای پیامبر، یکی از مادرای ما و شما، میگوید که وقتی که پیامبر مکه مکرمه را فتح کرد، وقتی مکه مکرمه را فتح کرد، وقتی مسلمان ها مکه را از خود کردند، مکه که پیامبر، شهر پیامبر، جای تولد پیامبر را پیش کرده بودند، شهری که مال و ملک پیامبر را مصادره کرده بودند. بعد گذشتن چند سال همین مکه مکرمه با خدادادی اذا جاء نصر الله والفتح، نصرت پروردگار آمد و مکه مکرمه فتح شد. پیامبر گرامی وقتی که در آمدند وارد مکه، بعدا میگه فنجاها، بعد حضرت فاطمه را فریاد کردن و بعد که تمام شد گویم مکه فتح شد در دست مسلمان ها. بعد از آن فاطمه آمد و فنجاها فبکه، در گوشش میگه چیزی گفت پیامبر که فاطمه دخترش درآ، میگه گریه کرد. ثم حدثها فضحك، بعد از آن میگوید باز چیزی در گوش فاطمه گفت که بعد گریه باز فاطمه میگه خنده کرده. فلما توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی پیامبر دنیا را پدرود گفت، وقتی این جهان فانی را ترک کرد و به دنیای باقی رفت، ام سلمه میگوید که مادر مانم سألتها عن بکائها و ضحیکها. بس فاطمه را گفتم ای فاطمه، همون وقتی که پیامبر مکه را فتح کرده بود در گوش تو چیزی گفت که تو اول گریه کردی و بعد خنده کردی. امروز که پیامبر زیر خاک کرد چی سیر بود، چی معلوماتی بود؟ یعنی برای ما حکمت همون بیان کن. بعدا میگه فاطمه گفت قالت اخبرنی رسول الله صلی الله علیه و سلم انه یموت فبکیت. از فاطمه میگه گریه اولی که من کردم خیلی گریه جگرسوزی بود، به خاطر آن که انه یموت اخبرنی، مرا خبر داد که پیامبر بر من گفت که دخترم زود است که روزهای نزدیک من حیات پدرت میگویم. وقتی این سخن میگد از پدرم شنیدم، البته خبری هست که نه یک دل فاطمه بلکه دل تمام اصحاب ریش کرده بود. حتی فاطمه میگوید درا من گریه کردم. ثم اخبرنی رسول الله انی سیدة نساء اهل الجنه فضحکت. بعد از آن میگوید دید پدرم که من گریه دارم. بعد از آن گفت فاطمه نزدیک من بیا. گفت با در گوشم گفت که ای فاطمه، تو میدانی که در جنت چه مقدار زن مسلمانه که وارد جنت شود، تو سردار همه زنهای اهل جنت هستی. بعد از آن میگوید پیامبرمون میگوید وقتی این خبر داد، بعد از آن من در خنده شدم که الحمدلله که من سردار زنهای اهل جنت باشم. دادر عزیز، سبب خنده و گریه فاطمه را هم حدیث های صحیح همچنان بیان میکنند. السلام علیکم بابای حاجی، از نام یک خواهر اسلامی شما از نایه عیسی در خانه ما صفتای شما را گوش میکنند و یک سوال دارم. خوبتر میشد که این سوال را همین جمعه جواب میدادیم. این سوال من فکر میکنم که با همه زنها و مردها لازم میباشد. سوال چنین است: در یک موعظه‌تان
گفتید که اگر مرد میل زن داشته باشد زن رد کند، آن زن در لعنت ملائکه هاست. اگر زن خواهد و مرد رد کند، اینجا چی می شود؟ سوال عجیبه. بخوام من خواندم حیرت ماندم خودم. خدا نگه دارد. در حدیث های پیامبر آمده است که پیامبر ما گفتند که اگر مرد خواهش همخوابه شدن با زن داشته باشد، خواهشی همخوابه شدن با زن داشته باشد و از زن خواهش کند که من میل همخوابگی دارم، خواهشی برآوردن کام دل دارم، چی میگویی؟ اگر زن گفتیم رد کند، پیامبر گرامی گفتند که ملائکه ها تا بروز در حق این زن لعنت میگویند که تو خواهش مرد رد کردی، تو اون چیزی که مرد از تو با یک تولای بود، ساره بود، خواهش بود، پیشنهاد بود رد کردی. به خاطر این تو تا روز تا صبح در لعنت ملائکه های خدا هستی. حتی پیامبر گفتن که اینش اگرچه مبالغه است ولی حدیث بیان میکند که حتی اگر زن در نزد تنور باشد، چکدان میگیم ما و شما یا تنور میگیم، یا بالای شتر باشد، اگر مرد همونجا هم اگر اشاره و همخوابگی کند، زن باید از شتر پایان شود، یا نزد اگر تنور باشد سرفش جمع کند، خواهش مرد برآورد. سخن پیامبر است. من قبلا گفتم در وقت من درباره احترام مرد این صحبت داشتم و این حدیث در همون احترام مرد آورده بودم، چند برادرها گفتن همین ها را گفتن در کسیت ها ضبط می شود، چی در کار؟ چرا در کار نیست؟ شریعت چیزی ندارد که وای ما به گوش مردم نرسانیم. این سخن پیامبر است. اگر سخن پیامبر نمیشد من به شما نمیگفتم. هر سخن پیامبر حکمت دارد برادر عزیز. حالا ببین این خواهر میگه که این سوالی که این داد میگه برای بسیاری از مردها و زنها این سوال من لازمه، درست میگه. من چندین مکتوب ها قسم به عزت پروردگار که چندین مکتوب ها را که من بسیاری از اونها را شرح میکنم در بین شما خانم آمده است که حتی که همخوابگی ما بین زن حلالیمان مبلغی معین دارد، تا همون را اگر ما پرداخت نکنم همخوابه نمیشه. ما این حکمت داره این سخنهای پیامبر. حتی شرطنامه ها میمانند که من خانه پدرم میرم 2 روز یا 3 روز میستم، بعد میام مرحمت کامل دلتا میبرم. همین شرط راضی هر راضی اشاره اصلا بچه از خدا نترسن. اگر رنگ اون شخصانی که از خدا نترسن باید کجا میره؟ بعدا مثل او زنه که نو از همین حساب نزد من آمد، حتی لبهاش دریدگی است، یگان سفیدی در بدنش نمانده است، آنچنان او را لطه کوب کرده است اگر در عشق شوهر زند بعدا دیگه حتی به زبانش نه به چشمش اشاره کنه تیاره. این به خاطر آن است که مردک خوبه. مردک از روی اسلام، از روی گفته‌های خدا عمل که میکند، زن از همین سادگی و از همین خوبی مرد استفاده میبرد. من گفتم لازم نیست، در کار نیست. چرا در کار نیست؟ اسلام چیزی ندارد که در کار نباشد. برای همین حتی مبلغ‌های معین، حتی بازار رفتن شرط میلش هم خوابه میشه که سر بازار میره. اون جوان چی گفت؟ اون جوان نزد ما آمد بیا مکتوب گفت دامنا من جوانو با من نو عروس آوردم، من خواهشم هست حسن به نام خدا خود من دیگه داشته نمیتونم، مجبور میشم زنا کنم. من زنا نکردم. ولی راهاشو برای او فهموندم.
برای همین خواهر ما گفته است اگر زن وقتی رد میکند خواهش مرد است، خب جوابش تیار تا سحر در لعنت ملائکه ها قرار دارد. ولی وقتی اگر زن از مرد خواهد میگرد ولی مرد رد کند چی؟ اینجا در خواهر عزیز مرد در لعنت ملائکه ها قرار نمیگیرد. شما میگه که همچنان در گمان نگذارد که پایمال کردن حق زن باشد. نه، این حدیث به خاطر بزرگی و فضل و بلند بودن مقام شوهر است. این حدیث اینه دلالت میکند. برای همین شوهرها اگر ردم که کنند شما روی ترش نکنید، حتی روی ترش هم نکنید. اگر تکلیف شما را ردم که کنند شما همچنان تصور کنید که با شما هم خوابه شده و در حقشون دعای خیر کنید که خداوند خوشی تر و قابلیتی تر و قوتی تر زیاد کنید. شما هم تا در حقش دعای خیر کنید.